درود عزیزان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. پریفان میوزیک هست اینجا و بنده سینا هستم. رسیدیم خدمت نگاه های زیباتون باز هم با یک ویدیوی بسیار جذاب از تاجیکستان گردی این توریست ایرانی که این بار به دو نقطه زیبای دیگر سفر کرده و یک سری عجایب و چیزهای جالبی از کشور تاجیکستان برامون به تصویر کشیده. با هم همراه میشیم. شما هم لایک و کامنت رو برای ویدیو ما فراموش نکنید. بی صبرانه بریم سراغ این ویدیو، گپ بزنیم، لذت ببریم و تا انتها با ما همراه باشید. مسجد زیبا و بزرگترین مسجد تاجیکستان، مسجد امام ابو حنیفه است. جالب اینه که اینجا بیشتر شهرت داره به مسجد قطر و داستانش هم حالا من اینجوری شنیدم. بذارید از ویوش از دست من داریم میریم خود مسجد. امروز نماز جمعه هم هست، بریم اونجا و اینو 30% از ساختش سهم مردم تاجیکستان بوده، 70% رو قطر ساخته. بخاطر همین مثلا اینجا تو لفظ چقدر زیباست. به خاطر اینکه میگن از قطر اومدن اینجا دیدن، به هر حال از مسلمانای اینجا خوششون اومد، از مسلمانی مردم اینجا خوششون اومد و اینو به عنوان حالا دوستی هدیه چیزی هدیه کردن و اینجا ساختن. تا اونجا که من اطلاع پیدا کردم کل این مسجد یه چیزی حدود 12 هکتاره. اوه ماشاءالله، مناره‌های بزرگ فضایی 70 خورده متر مناره‌هاشه. طول گنبدش هم، ارتفاع گنبدش هم 40 خورده متره. یه مسجد زیبا. امروز هم که روز نماز جمعه است، ما میخوایم بریم توی مسجد. تقبل الله. اینم چک پینا و گیت های ورودیشه. قسمتش دانشگاه اسلامیه و اینجا هم خود مسجد 3 گیت ورودی داره. ما اومدیم ماشین رو اینجا پارک کردیم بریم توی مسجد. نزدیک میشویم. به چه فضای زیبایی و معنویت هم که میباره دیگه بیشک. گنبد و روح بسیار زیبایی داره، فیروزه‌ای رنگ، طرح‌ها بسی زیباست. ایرانی اسلامی رو میبینید کاملا روش. بسیار جای زیبا، پرابهت و تر و تمیز. مسجد بچه‌ها گنجایش 133,000 نمازگزار رو داره و آفرین، مسجد میانه است. سبک معماری ایرانی اسلامی بسیار زیبایی هم داره و مردم عامه تاجیکستان، عموم مردم تاجیکستان دوست دارن که تو نماز جمعهشون شرکت کنن و حالا از پیر و جوون چه جالب، همه میان علاقه‌مندن برای اینکه تو نماز جمعه باشن و کسی هم که این کار انجام میده رو به اصطلاح میاد تو نماز و میره، براشون به شدت قابل احترامه. بسیار عالی. جو کفشی مرتب و تمیزی، پاشنکش ها اینجا چیده و درها رو بریم، منبت درها رو بریم. من اینجا کفشمو در بیارم. خودش که آثار تاریخی و انشالله به یاد موندنی و زیبا باشه و واقعا قشنگه. از بیرون درها رو ببین، منبت کاری روی چوب، منبت های بسیار زیبای درها رو داریم میبینیم. اوه، داخل چندین شبستان داره. بسیار. آقا آماده اید؟ سقف رو میخوایم بریم ببینیم. بریم. سقف چقدر زیبا، چه محراب زیبایی. تمام منبت چوب. ماشاءالله. اوه این فضا چقدر حیرت انگیز و زیباست. به نفس افتاد علی آقا، این پسر گل ایرانی که سفیر صلح گردش در کشورهای فارسی زبان هم شده و احسنت به توی پسر. فرشوی زیر پامونم به این صورته.
تیتر بسیار جالبی که برای این ویدیو انتخاب کرده بود حالا گردش عجیب در مسجد بزرگ تاجیکستان بود و بعدش حالا در کنارش اون صحبتی که از میخانه کرده بود و میریم در ادامه با هم دیگه ببینیم که کجا رفته و چه جای قشنگی رو میخواد از تاجیکستان زیبا بهمون نشون بده. زنده باشی زنده باشی. من دورت بگردم. فیض‌آباد بود هم رنگ مازندران فیض‌آباد. به زنده باش. خدا حفظت کنه. با اجازه بده. رحمت الله. زنده باش پناه خدا. این ماشین چه اختایی؟ عربی ده قندا تا بزن. عزیزم با این 30 ساله؟ چند ساله شدی از خدا؟ چند ساله شدی؟ چند ساله؟ 54 بود کرد 55 رفت. ماشاءالله. خوش بالات. خداوند 150 تا بری. الله اکبر. گم نیست البته. صورت حاضر صورت بگیریم عکس حاضر. ورزشگاه المپیک توی تاجیکستان و داخلش باید تنیس، بسکتبال، فوتبال، چیزای مختلف باشه. حالا این بخش بیرونی سالنشه که به این صورت دیده میشه و اینجا یه سالن خربزه، سالن ورزشیه. نه خربزه در حصار. نه میدونم اون سالن ورزشیه خربزه یا نه چیه توش؟ همچون طربخانه است. طربخانه است. یه جای شاد، یه مثلا میشه گفت سالن مثل عروسی و این داستانا میگن طربخانه. نه مثلا طربخانه ما فکر می‌کنیم مثلا دیسکو و کاباره. نه اونجا میدانی محل عروسی و شادی و مجالس. طربخانه و اون طربخانه اسمش از خربزه، از بیرون میونی شبیه خربزه ساخته شده مثل همین سالنی که دید به این صورت. گذاشتیم اینجا بنزینش رو بخور بریم. الحمدلله رب العالمین. صبر کنم. عجله میکنم بیشتر. عمرتان دراز. بریم اینجا کنار پمپ بنزین یه سری خوراکی آب و این داستانا بگیریم و ببینیم چیا داره. از باتری گرفته اینجا داره. چه سوپرمارکت قشنگه. در انرژیزاها و نوشابه‌های انرژیک، انرژیزاهای مختلف، نوشیدنی‌های خنک و خوشمزه. یه قهوه اسپرسو بزنم. من دیوانم. مشروبه؟ بله به بخش آره دیگه ابسولوت و فلان اینا جالب کار رسیدی. بیا ارگانیک ودکا. ودکا در طعم‌ها و رنگ‌های متفاوت. ابسولوت تو تنگی تو هم اونایی که خوردم میگن خوبه. جک دنیل و قیمتش چنده این جک دنیل؟ نه آخه مثلا میخواد قیمت رو بدونه. گفتم شاید قیمتش بخوام بدونن. اینا واینای مختلفه، شرابای مختلفه. بله همه چیز در کنار هم زیباست. همین کشور تاجیکستان یکی از میشه گفت آزادترین کشور اسلامی و حالا در کنار اون ابعادی که هست در واقع روحانیت و معنویت و مسجد و دین و ایمان و همه رو به جا میارن، ولی اون افرادی هم که حالا در یک فرصت‌های افراد مختلفی که حالا از هر دین و آیین و کیشی فرقی نمیکنه میخوان این آزادی رو داشته باشن که از مثلا نوشیدنی الکلی هم استفاده کنن، در کنارش آزادانه هست. حالا اینکه حالا یکی بخواد یا نخواد اون یه مسئله شخصی است، ولی این آزادی وجود داره و قشنگه. کسی رو محدود نکردن در این کشور. آبجو 0% هم داره، آبجو 7%، 70% یه رتبهشه. آبجوهای مختلف. این آبجو بیدی آمریکاییه. اینجا هست. کرونا مثلا نداره آبجوشو، من اینجا ندیدم. الان هنکل رو ندیدم، ولی خب اینجا برند روسی مثلا هست. سمت ما میگم مثلا از کشورهایی که کشور عربی میرم نیست به اون صورت. میگم سمت ما هیچ کدومش نیست. خدا رو شکر. خدا رو شکر. شراباشو ببینم. سانتوستون شراب قرمزشه. وایت وان رد واین بباش. بلک وایت خیلی در کل شیشه های جذاب و طراحی های زیبایی هم دارن. حالا فارغ از این که شاید یکی هستن دوست هم نداشته باشه، مشروبا میشه گفت جزو خوشخوراک‌ترین حالا اینکه میخورن میگن
و اون وریش هم دور بزنم همش میگن نمیم جغد شکل شیشه هاشون لامصب با مزه است. آفرین، شیشه های بسیار زیبایی دست. نمیم چیپس و هشت بقیهش دیگه اوکی. میریم سمت الان اینجا دره ورزابه. کجا قراره بریم؟ سیاحان میریم. سیاحان. برو بریم به یک جای بهترین دره ناندار، تفریحی طبیعتی و برکت، پربرکت و صفا و زیباست. ورزاب، بریم همین چه اسم قشنگی. ورزاب رو میریم و این روی این پله تو بامزه این گاهه چه آبستن منظره اون پشته. واه ورزاب به خاطر اینکه این آب اینجوری به اصطلاح چی بگیم ویل مانند این آب ورز میبره میگن ورزاب. آب بسیار روان و خروشانی داره. البته تو مازندران ما به گاو نر مثلا خیلی هیکلی و غیور هم میگیم ورزا و شاید این ریشه ورز که اولش میاد حالا که اینجا چون آب خیلی خروشان ورزاب میگن یا اون ورزا شاید ربط داشته باشه. البته من اینو باید ریشه یابیشو تو کتابا مطالعه کنم، نه اینو در جریانش نبودم، نیستم، الان نمیتونم اظهار نظر کنم که این به اصطلاح قدرت زیاد به معنی اون ورز، البته ورز دادن که میگیم به معنای له کردن و به اصطلاح مچاله کردن میشه ورز دادن. بله، بعید نیست. هیچ بعید اینجا جاییه که تفریحگاه خلاصه که سفر دور و دراز بسیار زیباییه. یعنی هر لحظهش محبت کردن، لذت بخش گرفتن و اینکه باز من چجوری باید تشکر کنم. این جای بسیار با صفا و پایینش رودخونه ورزاب اینجا رو دربست برای ما گرفتن باز. یعنی کل این منطقه، کل این استراحتگاه کنار این کوها زیر چقدر با محبت و همچین منظره های زیبایی، مهربان و مهمان نواز. با این امکاناتش بابا ما یه نفریم مگه چقدر امکانات میخوایم. واقعا محبت دارن اینجا رو کل این منطقه رو لطف کردن. بازم تصاویر زیبا، بازم یه صحنه هایی از مهمان نوازی و زیبایی های بی انتهای تاجیکستان رو به تصویر کشید و چقدر قشنگه که این سفرها گوشه های مختلف رو به ما ایرانی ها، به ما مردم افغانستانی که نتونستیم، فرصت نشده تا الان بیایم تاجیکستان زیبا رو ببینیم رو نشون دادی. و خلاصه که امیدوارم با من همراه بوده باشید، لذت برده باشید، نظراتتون توی کامنت ها بنویسید و اینجور ویدیوها رو بیشتر میبینیم و لذت بیشتری خواهیم برد. به امید دیدارتون زود برمیگردیم خدمتتون. خدا نگهدار.